قربونتون برم. مرسی. قربونت برم. خیلی ممنونم پیمان جان. متشکرم. عرضم به حضور شما که آرمان رو خط بود یا نه قطع شد؟ آرمان داشت میومد رو خط، اونم حتما میاریم. اجازه بده من یکی دوتا از پیام‌های دوستان رو در اپلیکیشنمون بخونم چون که اونا هم به حال خواستن نظر بدن. درسته. حمید گفته سلام آرتین، دین پایه‌گذار استعمار چپاول ثروت‌های دیگر ملل در سطح جهانی و در سطح کشوری خالی کردن جیب مردم هستش و مشکل دنیا از روزی شروع شد که ابراهیم مکار به نام یهوه از شهر اور بابل یا عراق کنونی به طرف فلسطین رفت، چرا که یهوه و وعده سرزمین موعود رو داد و سرآخر هم به نام دین آن سرزمین اشغال شد. دین برای استعمار ساخته شده و چه استعمار فکری چه مالی. فهیمه جان یه عکس فرستاده. همسر باباجی گفته که دین یعنی قانون، برای اینکه آدم باشیم بقیهش مزخرفه و برای پول در آوردن و سوء استفاده است و 1400 سال به اضافه 40 سالی که اینا بر ما حکومت کردن نمیشه در عرض 3 یا 4 سال اینو به مردم فهموند. زمان میبره تا این خرافات از بین بره. پشیمون نشو از گفتن یا تکرار این مطالب، درست میشه. امیدواریم. من هم با نظر شما موافقم. ببین تمنا، من میخواستم اینو بگم، دین یه زمانی اومد که واقعا مردم هیچ حالیشون نبود، خب، و قانون وجود نداشت. در حقیقت دین اومد که آدما رو از یه سری چیزا برحذر کنه، که مثلا یه قدرتی اون بالا هستش که شما اگه کار بد بکنی چوب تو آستینت میکنه. دین اومد توی صحرای عربستان و وعده درخت و جنگل و بهشت و خانومای خوشگل و بکن و شراب و عسل و فلان و اینا داد، تو جایی که خشکسالی بود و همه چی، یعنی به خاطر یه قطره آب آدم میکشتن. گفت اگه شما این کارهای خوب انجام بدی جنازت رو میبرن اونجا. خب در ازاش گفت اگه کار بد بکنی میری جهنم. ولی الان توی کشورهای پیشرفته شما اگه کار بد بکنی میری زندان. قانون هست، قانونی که مثل همون دین نوشته خود انسان هاست. دین نوشته هیچ قدرت مافوق بشری نیست، چیزیه که خود آدما نوشتن و شاید در زمان خودش کاربرد داشته، ولی الان توی قرن 21 که با اینترنت و عرضم به حضور شما که پیشرفت‌های علمی و همه این اتفاقات افتاده، دین دیگه یک چیز دموده‌ایه، که یک مسئله دموده‌ایه که فقط برای به درد آدمای بی سواد، عقب افتاده، کسی که کتاب نمیخونه و آدمی که نمیفهمه و دوست دنبال اینه که تقصیرها رو گردن یکی دیگه بندازه. مثلا خودش میرونه به زندگیش میگه این حکمت خدا بود. اگر به کلمه خدا دقت بکنید از دو واژه تشکیل شده، خود و آی، یعنی به خودت بیا. خدا در وجود هر کسی وجود داره و تو خدای خودت هستی و احتیاج نیست کسی خدای کسی باشه. اون وجدان تو خدای توه. وجدان اگه داشته باشی دیگه، اگه نداشته دقیقاً تو الان بشین بگی ای خدا یه نون تازه به من بده، دیگه ساده ترین چیز. بشین تا یه ماه بشین، اگه نون تازه به داد، شاید این وسط یه شانس بیاری مثلا داداش در بزنه بیاد یه نون تازه بده، بعد بگی او خدا آورد. اما تا خودت بلند نشی بری نونوایی، نون تازه خبری نیستش. بابی جان بگو عزیزم. سلام آرزو جان، خوبی عزیزم؟ قربونت برم. داشتم به رادیو در مورد همین تئوری دین گوش میکردم که منم خودم این نظری داشتم می‌خواستم بگم. بگو نظرتو اگه اجازه هست. بگو. به نظر من همه انسان‌ها، شما الان همیشه اینا یه احتیاج داشتن که توی چیز بدن. مثلا اگه شما یه جاهایی برین که اصلا دین نبوده، بازم نام آتش پرستی بوده، توی قبل از اسلام و قبل از چیز یونانی‌ها برای خودشون دینی داشتن، برای خودشون در اسکاندیناوی مثلا
اینا خدایانی برای خودشون داشتن. یعنی هر جا که میری انسان چون جوابی نداشته دنبال یه جواب میگشته و به خاطر اینکه خودش رو راحت بکنه یه چیز اختراع کرده و یه سری آدما اومدن این مسئله رو استفاده کردن برای مسائل شخصی خودشون. این چیز نظر منه. توی آفریقا هم مثلا اونا هم جادوگرای خودشون داشتن که بخوام مردم رو اینطوری کنترل بکنن. یعنی شما همونجا به تاریخ بشر نگاه کنید، مثلا بشر اعتقاد داشته احتیاج به یه باوریایی به یه نیروی خارق‌العاده بزرگتر از خودش داشته که دنبال این میرفت. من به نظر من اینطوری بوده. خیلی ممنونم. بس کنم. همین خواستم اینو به شما بگم که گفتم که به نظر من این چیزی که مثلا ماها انسان‌ها چیز داریم. الان سکت‌های مختلف هم اومده، مثلا در شیطان پرستا برای خودشون میان، نمیدونم برای خودشون یه سری هستن میان به یه چیزای دیگه بهشون اعتقاد میکنم. یه اعتقادای انسان داشته که بتونه خودش رو راحت بکنه از لحاظ فکری. درست. خیلی ممنونم عزیز دلم. ممنون از نظرت. متشکرم.